سوپرستار خوش اومدید به یه ویدیو گیم دیگه. ویدیوی قبلی اسکوید گیم فورتنایت رو ترکوندیم و امروز برگشتیم با فصل دوم. بریم شروع کنیم. فقط بهتون بگم اگر تا الان فصل دوم اسکوید گیم رو ندیدید ممکنه یکم اسپویل توش باشه. هیچ ایده‌ای ندارم که فصل دوم اسکوید گیم تو فورتنایت قراره چه شکلی باشه، چون توی فصل دوم سریالم یه خورده بازی‌ها متفاوت و درست درمونم تا اینجا سریال تموم نشده. میدونم که ادامه داره ولی تا اینجا بازی‌های عجیب غریبی ما ندید. فکر کنم 2-3 تا بازی جدید توش بود. بریم ببینیم اینجا قراره چیکار بکنیم. اولین گیم دقیقاً عین فصل دوم گرین لایت رد لایت. شماره منم 26. برو بریم. 3 2 1 وایسید اسکولا. حاجی خیلی نامردین آکو. الان من دنس بزنم قبول نیست. نگاه مرحله اولش خیلی راحته چون هیچ چالشی نداره. فقط قراره دبلیو رو بگیری، هر وقتم برگشت ول کنی. همین، هیچ کار خاصی قرار نیست بکنی. این چرا داره با ماشین تمام. آقای اولی که راحت تموم شد، هیچ کاری نداشت. باز 2 تا نوب سگ موندن. یکیشون رسید، اون یکی مونده. بودو بیا دیگه، بودو 20 ثانیه. بودو بیا میرسه. یه دونه اینجوری بپری تمومه. رسید. یس ایول. خیلی ها زنده موندیم. بریم برای بازی دوم. قراره الان چجوری بازی کنیم؟ الان یعنی قراره ما رو 5 تا به هم قرار نیست به هم بسته بشیم. یه ذره فرق میکنه. صبر کن. خب شروع شد. آها 3 2 1 برو. ایول فهمیدم باید چیکار کنم. اولی که باید از روی اینا رد شیم. خب من یه چیزی وای یه چیزی تو ویدیو قبلی فهمیدم و اونم اینه که اگه بشینی خیلی راحت‌تر میتونی رد شی. درسته کنتره ولی مطمئن‌تره. برو یس اولی رفتم. بعدی چیه؟ این جدیده. آها سنگ پرنده است. باید نشونه بگیرم اینجوری. بنداز. آها یس. بعدی هم رفتم. 1 دقیقه و نیم وقت دارم. این خیلی آسونه. برو. آره یس. فقط مونده آخری. آره فکر کنم آخریه. این چیه؟ what the fuck. یه قول چجوری؟ خب بزن. آها ایول تموم شد. بازی رو تموم کردم. خوبی دایی ساکریم بابا. تا اینجاش که خیلی راحت بوده. بودو برسی. یه قلش خیلی مسخره بود. فقط باید افو تو اون قسمت سبز رنگ میزدی که ایول. ببین چقدر پول جمع شده. دمش گرم. چند نفر زنده ای؟ خیلی ها زنده اومدید. باید یه فکری به حالشون بکنم. از این چیزا نداره؟ مثل مود یکش نیست که شب بشه با شمشیر بزنیمشون. این که تو آره این تو یکش هم بود. باید پلا بریم بالا. همین خیلی راحته. برو یس. حاجی کاش اسکوید گیم تو دنیای واقعی هم برگزار میشد. همه اینقدر راحت بود همه میرفتیم. برو هنوز خیلی وقت داریم. آها شماره من عوض شد. نه 26 بود. داره. برو درست داریم میایم حاجی. احساس میکنم چرت و پرت. این یه ذره از قسمت اولش طولانی تر بود. فقط همین. دقیقاً مثل فصل یکش تو فورتنایت دقیقاً همین بود. نمیگه چند نفر زنده موندن؟ چون احساس میکنم یه ذره تعدادمون کم شده. آها اینجا مینویسه. ایول اینجا میگه کیا زندن. اینایی که نیستن مردن. میبینی مثلا شماره 32 33 35 اینا مردن. من کوشم. من اینم. اسکین اسنوپ داگ بابا نوئله. بازی بعدی چیه؟ بدوید شروعش کنید. من باید این دفعه حتما اول شم. تو ویدیو قبلی نتونستم اول شم. what the fuck حاجی این خیلی سخته. الان من بخوام اینو بازی کنم. اینو هستم حاجی. آقا بیاید با من یار شید. بیاید. سلام خانم خوبین؟ چی شد؟ شروع شد. وای خیلی استرس داره. بگو دیگه بی شرف. 2 نفر. بودو تو بیا با من بریم اینجا. بودو یس. برو بیرون. خاک بر سرت. برو بیرون. وای نه. وای من تنها داداش الان میام. وای اومدم.
ببند اوه یه بیشرف لاشخور دوید اومد تو اتاقمون. دمت گرم داداش. اوه بذار منم برقصم. حاجی چند راند قراره برگزار بشه؟ هیچ ایده ای ندارم. داداش من و تو بودو دوباره بریم. ترباز کن. ببن نیاد کسی. من تنهام بیاید یکی بیاد تو اتاقم. وای خاک بر سرتون. وای سلام داداش خودتی؟ ببن خودتی نه؟ دست پیشم خودت بودی. دمت گرم. دیدید اردک ها میخوان جفتگیری کنن اینجوری. وای این دفعه هم جون سالم به در بردم. راند سومه. هر دست 2 نفره چون تو فیلم متغیر بود. بودو ببن در ببن کسی نیاد. برو بیرون در ببن. خوبی انداختمش بیرون. حال کردی؟ خب از خودت بگو. من از دخترای شیطون خیلی خوشم میاد. این راند 4م فکر کنم راند آخره اگه اشتباه نکنم. خیلی سخت نیست. احتمالا بازم 2 نفره است. چند؟ 4 نفره است. بودو عوض شد. بیا تو بیا چند نفریم ما؟ 3 نفر 4 نفر در ببن. اصلا انتظار نداشتم یهو بشه 4 نفره. 3 2 1 بردیم. راند آخر بود. ایول راند آخر بود. فکر کنم آجی قراره دوباره شب شه بخوابیم اگه اشتباه نکنه. همه خیلی مشکوکن. شت دیدی گفتم. احمقا با هم نجنگید. ای وای اینا هار شدن. وای من کسی نزنه. من با همتون دوستم. من مثل پسر خوب این وسط وایسادم. با ایشی کار نکن دیگه. بیش شرف عوضی نکن دیگه. مگه نمیگم عوضی بازی در نیار. کثافت تو چرا افتادی به چون بقیه؟ فرار نکن بیا اینجا. به دستک. حاجی لحظه آخر این هار شده بود داشت من میکشت. همین بیش شرف. بریم فکر کنم چالش آخر. این شیشه دوباره هست حاجی. وای دفعه پیش خیلی شانس آوردیم زنده جون سالم به در بردیم. اینایی که من دارم میبینم عمرن از جون خودشون بگذر. ببین یه الگوریتمی داره. مثلا اگه اولیو به من بگی من بقیه‌شو براتون میرم. یه نفر فقط مرد باشه شروع کنه. هیچکی نمیره. برید دیگه بدو. آقا منم میام پیش تو وای میسم. اصلا انگار اصلا ما نیستیم. اصلا حاجی ریسک کنم خودم برم. برو بریم. یس بدبختای خاک بر سر لاشخور. ایول یکی دیگه هم فهمیدیم. ببین اینجور که من از ویدیوی قبلی فهمیدم الان این میشکنه بعد همه رو باید زیگزاگی بریم. من مطمئنم بعدی هم اینه. ریدم حاجی من نمیتونم قبول کنم اصلا اول نشم. مگه میشه یه نفر بد شانس؟ من باید اول شم. یس برو آره بزن بپر یس برو خودشه. چند نفر 2 نفر بیاد اینجا بیشور. وای عجب خنگی هستی. این مرحله رو رفتیم. خیلی خوب بریم. خدا وکیلی یه ذره شما هم کمک کنید دیگه. یکی بپره دیگه. دمت گرم. ایول فقط 2 تای دیگه مونده. باریکلا فقط یکی دیگه مونده. باریکلا آره فقط یه مرحله دیگه مونده. بریم برای مرحله آخر. یا خدا مرحله آخر بازی مرکبه. باید چیکار کنیم؟ خیلی بلد نیستم اینو. فقط با بکشمشون. وای کثافت عوضی. وای
بی شرفا من به زور رسیدم به اینجا. من نکشید. نه آره یکیو کشتم. آره وای جونم 40% مونده. وای من پرم بیرون. دستک تو اینجا واسه داری مفخوری میکنی؟ وای 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 نه وای بازم نتونستیم اول شیم. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. تا همینجاش هم که رسیدم خیلی کار کردم، ولی کال آف دیوتی وارزون هم مود اسکوید گیم آورده و اگر دوست دارید بریم تو کال آف دیوتی که اصلا بلد نیستم بازی کنم مود اسکوید گیمشو بازی کنیم، حتما توی کامنت ها بنویسید.